و در هر منطقه های دنیا این لحظه ها هر گونه وقت های مختلف است. در بعضی جا وقتی سحری است، در بعضی جا نوکک تراویح تمام شد و ما کوشش میکنیم با بعضی از سوال های شما که مربوط است به دهه آخری ماه شریف رمضان صحبت داشته باشیم. و امروز ما به استودیو سهراب عادلیان ختم کرده دانشگاه مدینه منوره فاکولته حدیث شریف را دعوت کردیم و شما را خوش آمدید میگم. و امروز تصمیم گرفتیم درباره دعاها و دعا در ماه رمضان و اجابت آن و عموما درباره دعا با دامولا صحبت داشته باشیم. و سر اول درباره میگفتید که چگونه دعات سر قبول می شود و آیا دعا در ماه رمضان و غیر رمضان فرق می کند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، واقعا ماه مبارک رمضان یکی از موضوعهایی که قبول دعا از غیر رمضان فرق میکند. ماه مبارک رمضان یعنی شبانه روزی پر در این ماه قبول شوی دعا نزدیکتر است. یکی از موان قبول دعا، یعنی موان مکان و زمان قبول دعا، هم مکان هم زمان. یعنی ماه مبارک رمضان در شبهایش و در روزهایش قبول دعا نسبت دیگر ماه ها نزدیکتر است، چون سید ماه ها هست و در آخری دهه آخری آن باز نزدیکتر است، برای آنکه در داخل این دهه علل خصوص در شبهایش شب قدر است که دعا در شب قدر مستجاب است. و الله سبحانه و تعالی وقتی که به آیت سوره بقره نظر میکنیم، فرضیت روزه را برای ما وقتی بیان کرد که روزه برای ما فرض است، بعد از آن احکام روزه را بیان کرد، در مابین یک آیت آورد، گفت که و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. اگر بندگانم از من تو را پرسان شوند، به آنها خبر ده که من نزدیک هستم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. من دعای بنده که از من طلب میکند، دعا میکند، دعایش را اجابت میکنم. این وعده الله سبحانه و تعالی است. بعد این آیت باز درباره احکام روزه گپ زد. احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم. شبهای رمضان زنهای شما برای شما حلال است. احکام روزه است. در مابینش گفت که اگر بنده من از من شما را پرسان کند، بگویید که من به بنده هم نزدیک هستم. یعنی الله تعالی به شخص دعا کننده نزدیک است. وقتی که بنده دعا میکند، الله سبحانه و تعالی او را دوست می‌دارد و به بنده نزدیک می‌شود. من به بنده هم نزدیک هستم، یعنی دعای او را میشنوم و وقتی که دعا میکند، دعای او را من اجابت میکنم. گفته الله سبحانه و تعالی وعده داد. بیهوده نیست که در مابین احکام روزه و رمضان این آیت را گفته باشد. یعنی در ماه رمضان دعا تیزتر شنیده میشود، علل خصوص در دهه آخری این. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که دعای شخص روزه‌دار پیش از افطارش رد نمی شود. چخیلی که در سنن ترمذی یعنی چخیل کرده دعا کنه دامولا، چخیل کرده مثلا بسیاری ها زبان عربی رو نمیدونن، چخیل کرده دعا کنن، چی گویند؟ با زبان تاجیکی، با زبان مادری، با هر زبانی که میتونن، با هر زبانی که برای آنها یعنی قلعی هست دعا کنن. هر چیزی که بر فایده دین، دنیا، آخرت آنها است از الله تعالی بپرسن. وقتی که بنده میپرسد، این دعا توحید است، این دعا یگانه شماریدن الله است، این دعا عبادت است. الدعاء هو العباده. وقتی که بنده دعا میکنه این معناهای بسیار دارد. اولش این که بنده اعتراف میکند که او ضعیف و فقیر و محتاج است و اعتراف میکند که الله تعالی هست، شنوا هست، بینا هست، دانا هست، قادر است که طلب این را اجرا کرد و الا دعا نمیکرد.
اگر ایمان نداشته باشه، باور نداشته باشه، برای چی از الله تعالی میپرسد؟ این دلالت به ایمانی بنده میکند. و دعا بهترین عبادت است و آسانترین عبادت است، حتی در حالتی که انسان طهارت ندارد، بگذار غسل ندارد، اجازت است که دعا کند. دعا آسانترین عبادت است، در تمام حالت ممکن است. مثلا قرائت قرآن در حالت جنوب بودن اجازت نیست، یا قرآن را قپیده شده خواندن بی طهارت هم اجازت نیست. طواف کردن در خانه الله سبحانه و تعالی باید شما اقلا 4-5 هزار دلار صرف کنید برای رفتن به خانه الله تعالی. دعا از جای خستید، راه میگردید، در سری چنبرک ماشینتان هستید، در بالای اسبتان هستید، در زمینتان شدگار دارید، شما میتونید دعا کنید در همه حالت. بسیار عبادت آسان است. و چی رو میتواند که پرسد؟ مثلا کودکان بسیار میگویند که وقتی دعا کنیم هر چیزی که در دنیا برای ما لازم است آن را از الله تعالی بپرسیم یا نه؟ بله بپرسن. واسأل الله من فضله، الله تعالی میگه که از فضل الله تعالی بپرسید. رحمت الله تعالی وسیع است، فضل الله تعالی وسیع است. هر چی میخواهید از الله سبحانه و تعالی بپرسید. و الله تعالی وعده داده است که در جای دیگر و قال ربکم ادعونی استجیب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم داخرین. پروردگار شما گفت که دعا کنید، پروردگارتون رو پرسید، استجیب لکم، من شما رو اجابت میکنم. و آنهایی که از دعای پروردگار کلانیگری میکنن، از الله تعالی چیزی نمیپرسند، زود است که به آتش دوزخ در حالت خاری میدرآیند. بنابراین الله تعالی غضب میکند وقتی که پرسیده نمیشد. وقتی که یک بنده الله تعالی رو نمیپرسد، این دلالت به چی میکند؟ این دلالت میکند که اون بنده خود رو بی حاجت گرفته است. ما یک میجه زدن از الله تعالی بی حاجت نیستیم. او بعضی اومد که فلان کارم اجرا شد، فلان کار که اجرا شد با دیگر مصیبت ها است، دیگر مشکلی ها است. همیشه ما یک میجه زدن از الله تعالی بی حاجت نیستیم. همیشه ما به الله تعالی محتاج هستیم و الله تعالی بی حاجت است. اگر وقتی که بنده دعا نمی کند، الله تعالی غضب میکند. برخلاف بنده ها، وقتی که به نزد بنده می روید یا حاجت خود را میگوید، بنده تبش خیره می شود. یعنی تبش واقعا طبیعت انسانی وقتی که پرسیده می شود غضب میکند. و الله تعالی وقتی که پرسیده شد خرسند می شود. پرسیده نشود، الله تعالی غضب میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم را پرسیدند که یا رسول چه خیال کنیم که مردم ما را دوست دارند؟ گفتند که از پول مردم نپرسید، مردم شما را دوست می‌دارند. بله، یعنی که الله تعالی رو اگر که پرسیده، الله تعالی دوست می‌دارد. و بسیاری ها میگویند که داملا ایمانی کس هر وقتی که کم طلب دعا میکند ضعیف شده است. آیا همین گفته ها راست باشد؟ بله، دعا که عبادت است و بعضی علما رحمت الله علیه گفتن که اعجز الناس عن العباده اعجزهم عن الدعاء. عاجزترین و تنبلترین مردم در عبادت، تنبلترین آنها در دعا. گفتن برای چی؟ اولش این که دعا آسان است، در همه حالت و در همه مکان اجازت است. دوم این که دعا محض بر فایده شما هست. بله، نماز هم بر فایده شما هست، قرائت قرآن هم بر فایده شما هست، آنها هم دعا هست. یعنی وقتی که یک بنده قرآن میخواند، با چی مقصد قرآن میخواند؟ میخواهد که به الله تعالی نزدیک شود، میخواهد که الله تعالی او را دوست دارد. بعد بالاخره چی میخواهد؟ بالاخره میخواهد که الله تعالی خواهشای او را دهد. یعنی زبانی حالش دعا دارد. بگذار یک آدم سبحان الله گفته ایستاده است، یک آدم مثلا دیگر عبادت کرده ایستاده است، لیکن زبانی حالش از الله تعالی دعا دارد. این دعای عبادت است، دعای مسئلت مباشرتا میپرسید. پروردگار به من این ده، به من وعده فلانی رو از من دور کن، برای من شفا ده، قرض مرا ادا کن. این دعای مسئلت است، دعای طلب است. یعنی کسی که در همین دعای طلب اگر تنبل باشد، برای اینکه محض بر فایده خودش است، البته در دیگر عبادت ها یعنی تنبل تر است.